پول گفته چیزا میفهمن. بسیاراتون درس منبع بودید. درست؟ کدومتون کتابای من خوندگی هستید یا یوتیوب گوش کردگی هستید و درسوم پیشتر بودید. значит شما میفهمید فلسفه کار من. مضمون گپ من уже همون رویه فکرانه من شما میفهمید اون значит. وقتی که من بسیار مردم میگم پول چیست گفتگم میزنم بسیار آدما فقط چی میگوید؟ خیلی پول میگوین وای свобода پول این چیزی که یک چیز است که با مقصد رسوندن به یاردم میکند. بعضی میگوید پول کاغذ است، بعضی میگوید پول چرکی دست است، بعضی میگن که پول یک سببگار است که اکونومیکا پیش میبرد. این خیلی همین فکر خوبه اینه که این فکر آدم پولدار نمیکند. فقط یک تا فکر آدم پولدار میکند. وقتی که من بسیار میلیونر و میلیاردر خود شسته گشتن گرفتم این ترمینولوژی من خودم از فکر سخن و صحبت و کشیده گرفتم بعد вывод برآورده ساختم این چیزا که پول вот такое. من همین فرمول من نقص